الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وبعد. شکر پروردگار که دوباره به این ماه بزرگ، ماه شریف رمضان ما رسیدیم. شکرانه پروردگار را کردن لازم برای داخل شدن به ماه شریف رمضان، چون که این یک ماه خیلی بزرگ است، یک ماه پر از عطای الهی است. ماهی است که الله سبحانه و تعالی برای بندگانش در این ماه هدیه های زیاد وعده داده است. از همین خاطر ما قبل از رمضان چند ماه قبل، 6 ماه قبل از رمضان دعا میکردیم که اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، پروردگار ما را به ماه رمضان برسان. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دعا میکردن، اصحاب کرام همین را دعا میکردن. چرا؟ چون که این یک ماهی خیلی بزرگ است. از این خاطر شکرانه کردن در کار که ما زنده و سلامت به این ماه شریف رمضان رسیدیم و الله متعال ما را نصیب گردان که دوباره این ماه را روزه میگیریم. چرا اینقدر ماهی بزرگ است؟ چرا اینقدر ماهی پر برکت است؟ چرا اینقدر ماهی پر از عطای خداوند است؟ تنها یک حدیث را برای شما میگویم که الله سبحانه و تعالی هر بنده ای که یک روز روزه میگیرد او را از آتش جهنم 70 سال دور میسازد. این در غیر رمضان. اگر به خاطر خدا یک روز هم روزه بگیرید، الله سبحانه و تعالی شما را از آتش جهنم 70 سال دور میکند. پس اگر در ماه شریف رمضان بگیرید چقدر شما را از آتش جهنم دور میکند؟ و اگر 30 روز رمضان رو روزه بگیرید چقدر شما از آتش جهنم دور میشوید؟ یعنی که داخل شدن با ماه شریف رمضان یک نعمت خیلی بزرگ است که درجه های انسان را در جنت به بالا میبرد و او را از آتش جهنم دور میسازد. از همین خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با یک شوق و ذوق زیاد به اصحاب کرام میگفتند که اتاکم شهر رمضان مبارک، برای شما ماه مبارک رمضان آمده است که الله سبحانه و تعالی روزه آن را بر شما فرض گردانیده است. و هنگامی که الله سبحانه و تعالی این ماه شریف رمضان را برای ما و شما عطا کرده است، خاصتا برای امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عطا کرده است، به خاطری که دیگر امت ها عمر زیاد میدیدن، عمر طولانی میدیدن. بعضی ها 1000 سال عمر میدیدن، بعضی ها 800 سال، 700 سال آنها عمر میدیدن و عملهای زیاد هم میکردن، عملهای صالح میکردن. لیکن این امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عمر طولانی ندارند. از همین خاطر الله تعالی برای ما شما این ماه مبارک را عطا کرده است، با عمل اندک ثواب زیاد برای ما شما میبخشد. مثلا قبل از اینکه ماه شریف رمضان داخل شود، الله سبحانه و تعالی برای ما و شما این ماه را آماده میسازد. یعنی که پیش از داخل شدن ماه شریف رمضان الله سبحانه و تعالی یک فضای را آماده میکند که بندگان مسلمان توانند در این ماه شریف رمضان طاعت و عبادت بکنند و همان ثوابی که دیگر امت ها می بردن در عمر طولانی خود، ما امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این یک ماه مبارک آن ثواب را به دست بیاریم. چنانه که 5 وقت نماز را برای ما و شما فرض گردانیده است، لیکن ثواب 50 نماز را دارد، چنانه که دیگر امت ها 50 نماز می خوندن. همین طور ماه شریف رمضان برای ما و شما فرصتی است که عملهای زیاد بکنیم یا اینکه ثواب زیادی به دست بیاریم.
عملنامه خود را زیاد بگردانیم، میزان حسنات خود را در روز قیامت وزنینتر بگردانیم. از همین خاطر با داخل شدن ماه شریف رمضان الله سبحانه و تعالی برای ما و شما این ماه را مهیا می سازد و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید: اذا كان اول لیلة من شهر رمضان صفدت الشیاطین و مردت الجن. هنگامی که اولین شب ماه شریف رمضان داخل می شود، شیطان ها بسته می شوند و جن های سرکش هم بسته می شوند. یعنی یک فرصت خیلی خوب برای انسان هایی که می خواهند توبه کنند و این شیطان ها یا جن های سرکش سبب وسوسه آن بودن، اینها از بین می روند، اونها بسته می شوند. یعنی فرصت خوبی است برای یک انسانی که توبه کند. و غلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب. تمام درهای آتش جهنم بسته می شود، هیچ در باز نمی ماند، همه درها بسته می شود. و فتحت ابواب الجنه فلم یغلق منها باب. تمام درهای جنت گشوده می شوند. یعنی صیغه مبالغه است، غلقت و فتحت، یعنی که همه درهای جنت باز می گردند و همه درهای جهنم بسته می شوند. و ینادی مناد یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. یک ندا کننده فریاد می زند و می گوید که ای کسی که خیر می خواهی پیش آی و ای کسی که بدی می خواهی یا شر می خواهی کوتاه شو. یعنی از کار بد دست بکش. هر کسی که می خواهی کار خیر، هر کسی که طاعت و عبادات می خواهد پیش آی. فرصت است برای تو. این ماهی فرصت است، باید از این ماه استفاده بری. و الله سبحانه و تعالی در این ماه شریف رمضان هر شب از آتش جهنم مردم را آزاد میکند. ولله عتقاء من النار و ذلك كل لیله. الله سبحانه و تعالی هر شب ماه شریف رمضان انسانها را از آتش جهنم خلاص میگرداند، نجات میدهد. برای آنها نوشته میشد که فلانی امشب از آتش جهنم نجات یافت، یعنی دیگر آتش جهنم بدن اون را نمیرسد. دیگر حدیثی است که میگوید ان لله عند كل فطر عتقاء و ذلك في كل لیله. لیکن الله سبحانه و تعالی در نزد هر فطور وقتی که روزه میکشاییم، یعنی در همان وقت انسانها را از آتش جهنم نجات میدهد، آزاد میکند. یعنی شما ببینید که هر شب ماه رمضان یا که هر وقتی فطور افطار کردن، الله سبحانه و تعالی به اندازه انسانها را از آتش جهنم آزاد میگرداند. یعنی ما هر روز فرصت داریم که از آتش جهنم آزاد بگردیم. از الله سبحانه و تعالی دعا و التجا میکنیم که همه ما و شما را از آتش جهنم نجات بدهد و خلاص بگرداند و این ماه بزرگ الهی و این ماه شریف رمضان را بتوانیم به خوبی و به طاعات و عبادت خالصانه به پایان برسانیم. و الله سبحانه و تعالی از همه ما و شما این ماه را قبول بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.